یک نفر که سین و سالش هم به جای رسیده است میگوید که همه بلندشوی نرخ و نارسایی و کمبغلی مردم از حساب مسجدهای بسیار ملاها هست. آیا به این خیل آدم اسلام چه حکم میکنه؟ یک بیچاره سین سالش که گذشت، این آدم هوشیار نیست کسی گفته است، این دیوانه است. آدم هوشیار هیچ وقت نمیگوید که بلندشوی نرخ کمبغلی مردم از حساب مسجد بسیار و از حساب داملاها هست. این آدم هوشیار نمیگوید. برای همین شاید جین دارد، برادرای جین خون هست، بیاید ما مراجعت کند، انشاءالله روان میکنیم به پول حساب خود من آنها میخواننش. این آدم دیوانه است به خدا قسم. این آدم هوشیار نیست، این آدم بی عقل هست، این آدم بی فراست است. این آدم اگر عقل هم داشته باشد خدا ندارد، شریعت ندارد. این دروغ است اون پیشانی که تو در زمین میگذاری و در زبانت غیبت مسجد داملا است، تو دروغ میگوی تو نمازخوان نیستی. این نماز در پیش خدا هیچ قدر و قیمت ندارد. تو چگونه زبانت میگردد مسجد تنقید میکنی؟ چگونه زبانت میگردد از بسیاری مسجد شکایت میکنی؟ تو چگونه مسلمان هستی که داملا را تنقید میکنی؟ داملا چی دلال آورد؟ داملا کسی است که پیغمبر خدا میگوید ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض و اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا. پیغمبر میگوید، پیغمبر خدا میگوید الله، ملائکه های او آن چیزی که بین زمین و آسمان است، مورچه در سوراخی، ماهی های در بحر، در حق داملاها طلب مغفرت میکنند. پیغمبر میگوید در حق عالم ها طلب مغفرت میکنند که خداوند عالم ها را نگه دار که اینها روشنی هستند، اینها چراغ هستند، اینها مردم از راه بد و از راه خطا خبر میدهند. اینا پیغمبر خدا میگوید. پیغمبر خدا میگوید ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم. به سوار به خیرت زمانش گذشت، بس کو تنقید کردن و با تنقید کردن تو عزت عالم کم نمی شود، آبروی عالم کاستن نمی شود. پیغمبر خدا میگوید ملائکه ها لتزع اجنحتها. گوش کنید، حدیث صحیح پیغمبر است. ملائکه ها پرهای خود مثل قالینه که شما در پیشواز یک مهمان میپرتایین، قناتهاشون میگذاشتین، عالم ها بالای اون قطع حرکت میکنن. پیغمبر خدا میگوید، پیغمبر خدا میگوید ان العلماء ورثة الانبیاء. عالم ها وارثای پیغمبرند. تو وارثای پیغمبر سنگ بزنی، تو از وارثای پیغمبر نالان میشوی. این برکت یعنی همون عالم ها هست که باز کمی برکت در بین ما و شما است. این دعوت واعظ ها هست که کمی در بین ما و شما برکت ها وجود دارد. و تو مولوی جنون گوش کن، به عقل و زینهاری و صد زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. آیا آزار دل مرد خدا قیمتی می شود؟ بے برکاتی از آزار دل او می شود، از وجود او، از بسیاری او نمی شود. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل، ترا میگه شناس ای کور دل، آتش نفس را بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاصی آدم شد ز سگ کم. و شما سگ اصحاب کهف بینه، پی آدمای داملاها را گرفت، روز قیامت شکل آدم میگیرد، جنت میرود. لیکن آدمی که حرمت عالم نمیکند، از سگ میگه درجهش پست است. من به این چی میگویم؟ همون سخن مولوی خدا رحمتش کند، هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگها دارند او او. هزارها کاروان عالم ها رفت، زیر خاک شدن و این سگها از جکیدن باز نماندن. می جکن اینا سگ میگن، اینا می جکد. نخواه اهل علم شما تنقید کنید.
نخواه کسانی که غمخوار شما هم به خدا قسم بهبودی برای شما میخواهم بیارن، میخواهند که شما در قبر راحت کنید، در روز قیامت عزت یابید، در دنیا شما مدنیت حتی پیدا کنید، با اینا را شما غیبت میکنید. و کدام قانون همین راست میاد؟ اگر این آدم کردی، این آدم اگر میگفت که از روی انصاف میگفت بلندشوی نرخ نرسیدن مواد یا کم بضاعتی در مردم از روی کازینو ها پیدا شد، من تو را میگفتم رحمت. از روی فاحشه‌خانه ها پیدا شد، از روی عرق نوشی ها پیدا شد، از روی تنقید عالم ها پیدا شد، از روی غیبت و از روی خیانت پیدا شد، از روی قمارخانه ها پیدا شد، از روی آن خانه هایی که امروز 5-6 دختر تاجیک در داخلش مردهای بیگانه و خودی را قبول دارد و 5 و 10 روز دراز جواب داده ایستادند. با اینها نرخ بلند می شود دادرای عزیز، با اینها هوا نمی بارد، فحش و فاحشگی ترقی کرده است. حبیب خدا در حدیث گفته است اگه من جای در معلم دارم تو بر این بی عقل هیچ وقت پشتیبانم نمیگیرم، تو بر این بی عقل گوشم کنم نمیکنم، لیکن کمتر درد میکند، کمی درد میکند که اینقدر مهنت و زحمت و کوشش برای تو بر این انسان ذره قدر نداشته باشد. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر فحش و فحشایی زیاد شد مریش پیدا می شود، مریش زیاد می شود، مردن زیاد پیدا می شود، هوا خاک می شود، هوا خاک می شود، دیگر نمی بارد، خشک می شود. و دیگر این که ریسک ازلی است، این ریسک نه در دست داملا است، نه در دست رهبر دولت است، نه در دست پیغمبر است، نه در دست ملائکه است. این ریسک ازلی است، این ریسک خداوند در قسمت تو چیزی کشیده باشد. اگر ای انسان اگر آرد 200 سامان شود، قسم به خدا من پروا ندارم زمانی که الله خودش رزاق اعلان کردگی است. من رزق رسان هستم گفتن، الله خودش رزاق اعلان کرده است، 500 سوم که شود پروا ندارم، الله میرساند. آتر خدا غیرت بگیرد، امین مثل رابعه عدویه نمیشوی. رابعه عدویه را گوش کنید قصه شد. زنک بود، زن میگوید که اگر تمام زمین آهن گردد، آهن دیگر یگان جای کشت و کار نماند، کل زمین آهن گردد، آسمان از باریدن منع شود، تمام مردم روی دنیا اگر عیال من فرزندای من باشد، رابعه عدویه میگه قسم به خدا پروای نان یافتن ایشان ندارم، زمانی که خدا خودش رزاق اعلان کردگی هست. ان الله هو الرزاق، و اعلان کرده است که من رزاق هستم، من رزق رسان هستم. گفته است تمام دنیا آهن شود، زمین کشتکار باقی نماند، آسمان از باریدن من شود، تمام مردم فرزند من باشد، پروای نانیابی ایشان نمی کنم، زمانی که الله خودش رزاق اعلان کرده است. تو معنای این گپ اگر خوب درک کنی، باور کن بعد ممکن تو اصلاح شوی، ممکن اصلاح شوی. حضرت موسی علیه السلام خدا رحمت و مغفرت جان کنه، در قصه ها برای عبرت آمده است که وقتی که خدا جانش میگرفت کودکای خردسال داشت، میگد مایل به سوی هم فرزندای خردسال شد و گفت پروردگارا جان من قبض میکنی. این روایت است، صحیح است دروغ است من نمیدانم، در کتاب خوندم. جان من قبض میکنی، فرزندام حالش چی میشیده باشد؟ الله برای تعلیم موسی نبود، برای تعلیم ما آدمای بی سواد بود. گفت موسی نزد دریا برو، نزد دریا آمد، عصا را گفت در دریا بزن، گفت عصا را بر دریا زد، دریا خشک شد. نگاه کرد در زیر دریا یک سنگ خیلی کلانه، گفت را گفت سنگ گفت به عصات بزن، گفت. حضرت موسی میگد آمد بعد عصاش سنگ زد، 2 بولک شد. داخل سنگ تماشا کن، وقتی نگاه میکنند موسی در داخل سنگ کیرم و در دهان کیرم علف سبز است. الله در داخل سنگ در حال یک کیرم فراموش نمی کند، رزق او را در داخل سنگ میرساند، رزق تو را فراموش میکند.
از این خاطر برادرای عزیز و گرامی، فحش و فاحشگی، بی اطاعتی، نافرمانی، عرق نوشی و عرق فروشی، بی نمازی، از خدا نترسیدن اوج که گرفت. الله اگر رحمان و رحیم هم باشد، آخه وای قهارم هست، قهارم هست، قهر میکند، جبارم هست، سخت میگیرد. حضرت مولوی میگوید به هر بنده وعید حق نظیر است که ایزی دیرگیر و سختگیر است. دیر میگیرد و سخت میگیرد. ما اصلاح شویم، ما همیشه با دعا باشیم، ما به سوی خدا رجوع کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید یک سببی کم بغل شدن مردم و بلند شدن نرخ و نوا به چی وابستگی دارد؟ به نبودن موعظه. امر معروف ترک می شود. موعظه ها وقتی ترک می شوند، پند و نصیحت ها وقتی قطع می شود، این گونه بدبختی هم در جامعه پیدا می شود. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. این برادر عزیز کسی باشی اثر اسلام بیار، تحقیر عالم و تحقیر مسجد آدم بیدین میکند. این شوخی نیست. ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. از این خاطر قوتی نیکی نداری، بد مکن. در حق عالم ها و پیشواها و مسجد ها خدمت کردن نمیتانی، سنگ نزن، غیبت نکن، پشتیبانی کن. مسجد جایی هست که الحمدلله برای شما اخلاق حمیده میدهد. اگر در وجود شما خدا ترسی را جای نکنند، شما عالم میسوزانید.